استاد گرامی، بسیار شما یک نقطه خیلی مهمی را ذکر کردید که اصحاب کرام وقتی که یعنی صفات آنها این بود که وقتی میرفتن جایی در اونجا نه این که دنبال آن بودن که فرزندان ما را نجات بدن، یعنی فرزندان خودشان را نجات بدن، یعنی مثلا از اون فضای جامعه‌ای که هست، بلکه کوشش میکردن که دیگرگونی در فضای جامعه بیارن. ولی اینجا یک سوال دیگه به میان میاد که تمام اشخاصی که ما سال 2014 مبارزه را آغاز کردیم و آغاز مبارزه ما از دعوتی مفصل دینی و دنیوی بود که بیشتری بچه ها دیندار بودن، وقتی به مرور زمان 10 سال یعنی 11 سال میگذرد، من میبینم که بعضی از اشخاص فاسد آمدن در بر این اشخاص دیندار قرار گرفتن و به جای اینه که این اشخاص دیندار آنها را عوض کنن که آنها دیندارتر شوند، بیداری اخلاقی پیدا کنن و با این بیداری اخلاقی که دارن در سیاست نفوذ پیدا کنن و جامعه را تغییر بدن، برعکس شد. یعنی اون فاسدها این دیندارها را فاسد کردند و برای غیر اخلاقی بردن که امروز همین دیندارهای بعضی اشخاصی که داشتن که بسیار دعوتگری قوی بودن و بیداری اخلاقی دینی و دنیوی را به جامعه می آوردن، نمونه مثال بودن، از دست دادیم. برای آنها از دید دین و از دید قرآن چی مشورت داره در این ماه و قرآن به آنها چی میگوید؟ ببین عزیزم، ما یک نوع دینداری وهمی، یه دینداری میراثی، یه فرهنگ دینی در جامعه ما بود. ما فکر میکردیم ما مسلمان هستیم. چرا مسلمان هستی؟ پدرم عبدالله هست، من احمد هستم، مادرم فاطمه هست، ما تاجیک هستیم. تاجیک غیر از مسلمان که نمیشه. در نتیجه ما مسلمان هستیم. این یک فرهنگ است، یک عادات و رسوم هست. شما در تاجیکستان یک لباس میپوشیدید، الان رفتید فرانسه، مردم یک لباس دیگر میفروشن، دیدی که لباس عوض کنی، لباس عوض کردی، تو همون تاجیک هستی. اما چی شد؟ فرهنگ لباست عوض شد، زبانت عوض شد. بچهای ما زبان تاجیکی رو بلد نیستن، در کشوری که هستن اون زبان بهتر یاد گرفتن. دین برای ما این دین میراثی بود. این دین پیش الله متعال هیچ ارزشی نداره. دین اگر این میشد، این ظلم میشد. یعنی این آقا فقط به خاطر اینی که اسمش احمد است، اسم پدرش محمد و اسم مادرش فاطمه، این برد بهشت. او بدبخت دیگه اسمش چون که چینگ چانگ چونگ هست، اسم مادرش کرولا، اسم پدرش تیوتا، این باید بره به جهنم. که نشد. ما همه بندگان الله متعال هستیم. دین اون چیزی است که تو انتخابش میکنی. افتخار تو به این است. وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی چی؟ اشهد یعنی من گواهی میدهم. من گواهی یعنی چی؟ یعنی اینی که من در اونجا بودم، من دیدم. شما چه وقت در محکمه در دادگاه میرید شکایت گواهی میدید؟ شاهد کی هست؟ من هستم. شما در اون جا بودید؟ بله من اونجا بودم، من دیدم که این مردک زد، دیدم که چاقو دستش بود، با چاقو با کار زد. این رو میگن شهادت، گواهی. وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله، باید من به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشم که دیگه هیچ شکی درش نمیباشد که الله واحد الاحد. و اشهد ان محمد رسول الله، باید به اون درجه از فهم و درایت رسیده باشم که هیچ راهی نیست مگر این که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رسول پیک الله متعال باشه. این از دین داریم. وقتی که ما به این دین رسیدیم، دیگه دعوت ما دعوت اسلام هست. ما میریم به مردم ابلاغ میکنیم، ما میاییم مردم رو به دعوت میدیم و اعرض عن الجاهلین. قرآن به تو میگه که از جاهلان روگردان باش. یعنی کسی که جاهل است، کسی که حرف نشنا است، کسی هر است، خلاص اینو راهش کن. تا وقتی گوش نمیکنه راهش کن، دنبال کسی باش که حرف میشنوه. یعنی در جوامع بشری تأثیر بگذار و تأثیر نپذیر. چرا ما تأثیر پذیرفتیم؟ این افرادی که شما میگید رفتن در اروپا و اینا چی بودن؟ اینا مثل یک ظرف خالی بودن. ظرف خالی است، هر جا که رفت هر کسی آشغالی چیزی در اون گذاشت، پر شد، رسوبات دیگران رو گرفت. اما اگر همین پر می بود،
برای همین اجازه نیست، حق ندارید شما برید در هیچ جایی هیچ تحصیلاتی رو بکنید مگر این که پیش از آن در همان زمینه دین خودت رو خوب بفهمیده باشی. من میخوام جامعه شناسی بخونم، فرهنگ های دیگران استفاده بکنیم که دیگران چقدر بله، اما قبل از اون باید شما در جامعه شناسی اسلامی فقیه باشید. وقتی که جامعه شناسی رو از منظار قرآن کریم، در قرآن چه هست؟ قرآن مجموعه ای از برنامه هاست، برنامه تربیتی، برنامه تزکیه انسان، ساختار انسان، برنامه ساختار خانواده، ساختار جامعه، برنامه سیاسی، برنامه شیوه حکومتداری، شیوه مدیریت جامعه بشری. اینا همش برنامه قرآنی هست. قرآن این برنامه هست. این برنامه رو در شیوه سیاست من یاد گرفتم، میرم سیاست جهان رو میخوانم. تجارب بشری چه هست؟ الله متعال به من و شما امر کرده است این کارو بکنید. الله متعال میفرماید که شما رو تیره ها و انسان ها و افکار و اندیش های مختلف آفریدیم لتعارفوا، تو برید کوشش بکنید همه تجربات بشری رو یاد بگیرید همه، اما قبل از اون باید به تجربه به شیوه قرآنی آگاه باشید که در اون وقت شما وقتی که در فضای هویتی خودت فقیه هستی، هر جای دنیا که رفتی تأثیر میگذاری، شما صدای برتر هستی. اونجا که رفتی در فضای آموزش، اونجا هست که علم کسب مکاسب بشر رو، اون چیزی که بشر بهش رسیده، او رو یاد میگیری. بعد به همون بشر میگی اوه تو این رو داری، من چیز برتر دارم، من از این بهتر رو دارم. وقتی اونجا قرآنت رو تقدیم میکنی، همون بشر متاثر میشه میاد. افراد می آمدن پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی یک کسی آمد در مدینه منوره، این آقا یک حکیم بود، دانشمندی بود و در این حال یک پزشک ماهر بود، برای بیماری های صعب العلاج این رو انتخاب میکردن. خب این آمد و شنید که در مکه یک کسی هست، همه عرب از او حرف میزنند، یک آدم دیوانه است، شاعر هست، جن زده است، فلان هست، تبلیغات سوء بر علیه پیامبر، ترور شخصیتی پیامبر توسط دستگاه های تبلیغاتی دشمن. این از باب انسان دوستی، از باب دلسوزی گفت والله این بیچاره مریضی است و نوه عبدالمطلب است، اگر همین رو من درمان میکردم چقدر خوب میشد. آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم که محمد من شنیدم که تو بیمار هستی، سحر شدی، جن زده است رو، فلان است، اگر اجازه بدی من در این زمینه متخصص هستم، کمکت بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بفهم. حرفای خودش زد، گفت الان حرف منو گوش میکنی؟ گفت بفهم. پیامبر شروع کرد الحمدلله رب العالمین، چیزی از آیات قرآن. این مردک مان، او چیزی که من دارم مهم است، خوب است، اما این چیزی که تو داری یه چیزی بسیار بالاست. گفت محمد دستتو بده من، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. وقتی که ما دین خدا یاد بگیریم، در هر جای جامعه بشری بریم، ما صدای برتر ما هستیم، حرف برتر رو ما داریم. این برنامه‌ای که ما داریم مال از جانب الله هست برای همه زمانها و همه مکانها. قرآن همانطوری که در زمان پیامبر معجزه بود، در الان معجزه است، تا روز قیامت معجزه است. در خودی خودش معجزه است. ما یک برنامه‌ای داریم در تلویزیون اگر دیده باشید به نام هدایت یافتگان با قرآن، یعنی افرادی که فقط قرآن رو خواندن و مسلمان شدن. الان شما دیدید با چشای خودمون حادثه غزه شد، چقدر در غزه کشته شد؟ 100,000، چند صد هزار یا چند میلیون افراد با دیدن غزه مسلمان شدن. یعنی براشون سوال پیدا شد که افرادی که 7 اکتبر رو درست کردن اینو کی هستن؟ اینو چه موجوداتی هستن؟ اینایی که میبینند خانهش ویران شده است، خانوادهش همه کشته شدن، یک زن بیچاره مونده است، خوشحال است،
میگوید از منو بهتر در دنیا نیست. من مادر شهید هستم، من خواهر شهید هستم، من همسر شهید هستم، من همه عزیزانش شهید شدن، خوشحال است. این چه موجوداتی هستن؟ این عقل پویای غربی میگه اینا کی هستن؟ میگن مسلمان. ما میخوایم این مسلمان رو بشناسیم، چه کار کنیم؟ بیا این کتابشان این است، دستور العملشان این است، قرآن میخونه مسلمان میشه، در حالی که وظیفه قرآنی نیست. وظیفه قرآنی نیست که مردم قرآن را بخوانند مسلمان شن. قرآن برای من و تو است تا مردم من و تو را ببینند مسلمان شن. کتاب انزلناه الیک، ما این کتاب رو برای تو فرستادیم، توی مسلمان، تا توی مسلمان مردم رو از گمراهی ها به نور هدایت بیاری. پس اگر ما نتونستیم به این مرحله برسیم، فقط به این بهانه که ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دیگه ما مسلمان هستیم، بهشت مال ما هست، او بدبختی که این اسمش محمود نیست، اسمش چامچینگ هست، او جهنمی هست، این عقل من و شما هم نمیسازن. مگه خالق او الله نیست؟ خالق من هم الله، خالق او الله. جنت بها داره، بهاش همین تلاش هست، همین است که به سوی قرآن رجوع بکنیم و برنامه زندگی خود از قرآن کریم بگیریم. اون وقت است که ما میتونیم هم جامعه را عوض کنیم و هم خودم. و اما یک که ما فکر میکنیم که نه ما باید خدا بسازیم، نمیدونم فلان، این الله متعال میفرماد ان هذا صراطی مستقیما، بگو قل ان هذا صراطی مستقیما، بگو ای پیامبر این راه من مستقیم هست، فتبعوا یعنی مستقیم برید. مستقیم برید یعنی چی؟ یعنی از این مرحله به مرحله بعد، به مرحله بعد، به مرحله بعد. نه ای که ما فکر کنیم که خب من باید پس یعنی این گپا این است که من برم قرآن رو حفظ کنم، قرآن رو بفهمم فلان. نه عزیز من، بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه یاد گرفتی برو همسایه بگو، یک چیزی از قرآن گرفتی برو بگو. همین که به او میگی باز خودت یاد میگیری، همین که به او میگی باز خودت یاد میگیری. این افرادی که باعث هدایت صحابه شدن چطور قرآن یاد گرفتن؟ چند آیه از قرآن یاد گرفتن رفتن دنبال مردم، بعد خودشان هم یاد میگرفتن. اصلا قرآن همینطور آمد. یعنی قرآن چطور آمد؟ آیات 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 آیات. یعنی اولین مسلمان‌ها 5 آیه یاد گرفتن، بعداً 5 آیه دیگه آمد، 10 آیه یاد میگرفتیم، صحابه میگفت 10 آیه یاد میگرفتیم، حفظ میکردیم، میخواندیم، میرفتیم بهش عمل میکردیم، بعد میآمدیم 10 آیه دیگه یاد میگرفتیم. به صورت کم کم، اما به طرف اول آمدن مسلمان شدن. مسلمان که شدن چیکار کنیم؟ یک خانه تیمی درست کردن، دور هم با قرآن انس گرفتن، قرآن میخوندن و با قرآن تعالیم قرآن رو به دیگران منتقل میکردن، عددشان رو بیشتر کردن. عددشان بیشتر شد، جامعه به اونها ظلم کرد، ظلم رو تحمل کردن تا تونستن یک فرصتی ایجاد شد، یک حکومت تشکیل دادن. حکومت گسترش پیدا کرد، گسترش و گسترش و گسترش تا به من و شما رسید. یعنی این تصورات احمقانه‌ای که ما از دین داریم، اگر در زمان صحابه می بود آیا دین به ما میرسید؟ یعنی امروز ما بلند میشیم که بریم چی؟ میرم در مدینه منوره زندگی کنم. چرا در مدینه منوره میخوای زندگی کنم؟ میخوام اونجا بمیرم و فضل مرگ و تدفین در بقیع نصیب من بشه، که هر کس که در بقیع بمیره اونجا دفن بشه فضلی داره. عزیز من، بچه مدینه ابو ایوب انصاری، مهماندار رسول الله صلی الله علیه وسلم، 70 سال سنش هست، پیرمرد، از مدینه بلند میشه میاد در استانبول دفن میشه. مگه ابو ایوب انصاری فقیهی که شب و روز در کنار پیامبر بود فضل مدینه را نمیدانست؟ فضل نماز در مدینه را نمیدانست؟ چرا پس در استانبول آمد؟ در آخر عمرش میفهمید که وقتی میره بیرون دیگه بر نمیگرد. شاید شما برنامه من که رفتم در چی رو دیده باشید در سوریه، آنچه در سوریه دیدم. در سوریه من ابو ایوب انصاری تاجیک رو دیدم، یک پیرمرد تاجیک که بیش از 70 سال عمر داره. این از تاجیکستان بلند میشه میاد
در سوریه جهاد میکند، در فتح ادلب هست، در فتح حلب هست، در فتح حمص هست، در فتح حما هست، در فتح دمشق هست. میگم پدر جان ماشاءالله خدا جزای خیرت بده، زحمت کشیدی و در خداوند متعال توفیق داد، در این جهاد و در این بودی. الان وقتش هست که به استراحت کنی، بری با نوه ها و نواسه ها و نبیرات بشینی و بخندی و راحت باشی. همینطور یک نگاه عاقل اندر سفیهی کرد به من و گفت پس قدس را کی فتح میکنن؟ اینا هستن اونایی که قرآنی هستن، اینا هستن اونایی که میفهمند که برای چه الله متعال اونها را آفریده است، چه رسالتی دارن، چه هدفی در زندگی خود دارن. این رو باید یاد بگیریم از صحابه رو وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه چی میگه؟ خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين، یعنی کل جامعه. یعنی ببین چه انقلابی رو اسلام، فهم درست اسلام در جامعه ایجاد کرد. اسلام آمد برای یک جامعه جاهلی عربایی که خواندن نوشتن بلد نبودن. کل مکه 15 نفر اگر خواندن نوشتن بلد بود، در مدینه هم نبود. آمد گفت طلب العلم فریضة علی کل مسلم، هر مسلمان فرض است بر مسلمان که طلب علم کنه. میفهمید فرض است بر مسلمان یعنی طلب علم کنه. ابوبکر صدیق تا 61 سالگی قرآن حفظ میکرد، تا 61 سالگی قرآن نازل میشد تا آخر عمر پیامبر. ابوبکر تا اون رخت هر آیه‌ای که نازل میشد حفظش میکرد. همینطور بقیه صحابه. هیچ کسی نگفت من پیر هستم، هیچ کسی نگفت از توان من نیست، هیچ کسی نگفت. همه قبل از اسلام کل جامعه بشری اینطوری بود. قبل از اسلام در هر جامعه بشری فقط یک طبقه خاصی خواندن نوشتن بلدن. قرآن آمد زندگی بشر رو دگرگون کرد، برای همه خواندن نوشتن ملک همه شد. امروز دنیا خواندن نوشتن بلد است، همه بشر خواندن نوشتن بلدن. این از فضل قرآن هست و از فضل اسلام هست که مردم رو مجبور کرد که برید اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان نون و القلم و ما یسطرون. قلم برای همه شد، خواندن برای همه شد. وقتی ما تونستیم در این بشر چنین انقلابی رو ایجاد کنیم در زمانی که امکانات ما هیچ بود، امروز امکانات ما زیاد است، عدد ما زیاد است. فقط یک جو همت در ما باشد،